على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. از ترشی شیرینی حاصل نما. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. انسان با فراست و هوشمند از زیان فایده به دست می آورد و نادان و جاهل یک مصیبت را دو مصیبت می سازد و حتی از راحت به جای لذت زحمت می بردارد. رانده شدن و یا خود هجرت فرمودن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه مصیبت بود، اما با عقل خیش دولتی بزرگی را در مدینه برپا ساخت. سود و فایده ده چندی را به دست آورد. امام احمد رحمه الله را بلای حبس پیش آمد. در محبس فایده چند به دست آورد. عنوان امامی را صاحب شد. امام سرخسی به چاه افتید. آنجا کتاب تعلیف کرد به نام مثبوت که مشهورترین کتاب مذهب حنفی و یکی از بهترین کتب در علم حدیث است. چون وقتی به شما مشکلی پیش آمد آن را از جانب نیکش نظر کنید. اگر نفر به شما لیموی ترش عطا فرمود، به لیمو شکر بیامیزید و لذت خوبی را از آن حاصل می نمایید. کسی اگر مار بخشید، از او پوست گرانبهایش را جدا نموده به خود گیرید و باقی مانده‌اش را ترک کنید. اگر شما را کژدم گزید، دلتنگ نشوید، خرسند باشید که کژدم شما را از این خاطر گزیده است که از شما مار و زهری مار می گریزد و این عنایت خداوند بزرگ است. الله سبحانه و تعالی می فرماید و شاید که شما چیزی را ناخوش دارید و حال آن که وی برای شما بهتر باشد. در جای دیگر الله تعالی می فرماید کیست آن که چون او را بخوانید درمانده را اجابت می کند؟ پس کیست آن نفری که از جلالت او امداد نپرسد؟ مصیبت زدگان کمک می خواهند، درماندگان حاجت می خواهند و در مجموع تمام کائنات همیشه به عنایت او نیازمندند. به ذکر او دلها الفت می گیرند، زبان و اندیشه ها به هیجان می آیند. آره او ذات است بزرگ و بینیاز. نیست ما را خدا بجز الله، خالق یکتا و رازق به همتا و بخشنده و بخشاینده، مهربانتر از پدر و مادر و نزدیکتر از رگ جان که از گردن ما می گذرد. به این خاطر ضرور است که از او نیاز خود خواهیم، روی به او بیاوریم. در همه حالت سختی و سهلی، مشقت و راحت، غصه و خرسندی، بدی و نیکی به سوی او دست برداریم. از دیده ها سریشک ریزیم، از آستان جلالش دور نشویم. با اخلاص و با امید کامل دفع هر مشکلات را از او جویان شویم. به تحقیق که اندر این حال مدد خداوند حاضر می گردد. دل فارغ دارید که حتما کمک او سوی شما می شتابد. مشکلات ها حل، گره ها کشاده می شوند. می بینید که قرضدار نجات، بیمار شفا، غایب حاضر، غم ها دور و بلاها برطرف می شوند. آره مدد و مهربانی الله همیشه با شماست. این را در دل خود مهر بزنید و دانید که مدد خداوند به شما می رسد. اما برای رسیدن به مهربانی و کمک رب ذوالجلال چند شرط است که باید اینجا ذکر شود. یکم، شتاب در دعا و ترک آن. در دعا شتاب نکنیم. از او پرسان شدن مشکلاتمان را ترک نسازیم و نگوییم که هر چند دعا کردم ولی خدا نداد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند دعای هر بنده قبول می شود مادامی که سراسیمه نشود و دعا را ترک نکند. حتما روزی می رسد که دعای بنده مستجاب می شود.
اما نفری که در اجابت دعا شتاب می کند و یا آن را ترک می کند مثال آن است که نهال شیناند و آبش داد. برای به وای رسیدنش زحمت کشید، اما تا بارآوری و به حاصل در آمدن درخت منتظر نشد و نگهبانی آن را ترک کرد و یا از بیخ بریدش و از میوه آن بی بهره ماند. دوم، التجا و زاری و تولا در وقت دعا کردن. خداوند بزرگ و تواناست و ما ضعیف و ناتوان هستیم. پس چرا ضعف خود را پیش خداوند بیان و عرض نکنیم؟ اما این زاری و تولا نیز باید با اخلاص باشد. حتما اطمینان داشته باشیم که دعای ما قبول می شود. پس در این صورت می توانیم با تولا و زاری خود به قله مراد برسیم. در حدیث آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند خداوند افراد زاری و تولا کننده را دوست می دارد. سوم، پاک بودن انواع غذا و پوشاکی. چون کسی حرام می خورد و حرام می پوشد، از مال مردم پرهیز نمی کند، دعای این گونه شخص مقبول درگاه خداوند نمی شود. پس هنگامی که دست به دعا می برداریم، تن خویش را با طهارت پاک کنیم. در وقت مناسب روی جانب قبله بیاوریم، خویشتن را شکسته گیریم. حضور خداوند خوار و ذلیلی خویش را اقرار بشویم. کبر از سر دور نماییم. گناه کرده خود را به گردن بگیریم و طلب آمرزش کنیم. نامهای بزرگ الله را ذکر و به او حمد بی پایان گوییم و به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم صلوات بفرستیم و در آخر هر مسئله یا مشکلات حاجت داریم پیش بیاوریم. تکرار به تکرار از او امداد بپرسیم، زیرا جز او کسی نمی تواند مراد ما را حاصل بکند و کسی نمی تواند بلاها را بجز الله از ما دفع بکند. پس لازم است در اجابت و جلالت او را مستمندانه بکوبیم. باز نیستیم اشک از دیده های دل بیفشانیم. لطف خدا را انتظار شویم و در دل باوری ورزیم که خداوند مدد و لطف را حتما از ما دریغ نمی دارد. اطمینان داشته باشیم که خداوند قبول نیاز و درخواست و دعای بندگانش را دوست می دارد، زیرا در قرآن خود او می گوید و پروردگارتان گفت به من دعا کنید تا دعای شما را قبول کنم. خداوندا تو را با نامهای بزرگت و صفات والای و عالی قدرت می پرسیم. حاجت حاجتمندان را روا بکن. بیماران بستری را تاج سلامتی بر سرشان بینه. مظلومان زندانی را آزاد بخش. سعادتمندی دو دنیا را عطا فرما. ما را از آتش دردناک و سوزان دوزخ نگاه بدار. دلهای ما را به محبت دین پاکت گروگان دار. ایمان ما را مستحکم نما و هرگز ما را به بلای گمراهی مبتلا نکن. ای هدایت کننده بهترین. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد